بهترین موزیک 1402 چی بود از نظر شما؟ توی این ویدیو میخوایم ببینیم بهترین آهنگ سالی که گذشت چی بود. البته من انتخاب نکردم بهترین آهنگو. بهترین آهنگ توسط ایشون یعنی صفحه موزیک نوین انتخاب شد، اونم با مسابقه‌ای که برگزار کرد و مردم رأی دادن. توی ادامه ویدیو همه توضیحات کامل میدم، مرحله مرحله پیش میریم تا ببینیم کی بهترین آهنگ سال شد. اسم من پیامه. اگر کانال رو سابسکرایب نکردی حتما لطفا سابسکرایب یادت نره. دمت گرم. برسیم به بهترین آهنگ سال. خب همونجوری که گفتم صفحه موزیک نوینی مسابقه رو برگزار کرد و 5 تا داور برای انتخاب آهنگا معرفی شدن. حالا داورا کی بودن؟ یک، علیرضا افکاری، فکر کنم دیگه اسمش رو همه شنیده باشین، یکی از آهنگسازای برجسته و خفن و بسیار خوب. دو، همایون نصیری، سرپرست گروه دارکوب، موزیسین، ساز اصلیش هم سازهای کوبه‌ای. سه، مجید عبدی، یکی از تهیه کننده ها و برنامه‌گذارهای مارکت موسیقی. چهار، محمد فلاحی، یکی از پرکارترین و قوی‌ترین افراد تو حوزه موسیقی خصوصا میکس و مستر. و 5، حامد دهقانی، موزیسین، آهنگساز، تنظیم کننده که تو خیلی از کارا با عرفان طهماسبی همکاری کرده. حالا این 5 تا داور اومدن 48 تا موزیک رو انتخاب کردن. از هر خواننده یک آهنگ که به نظر خودشون بهترین آهنگ بود انتخاب شد و وارد چرخه رقابت شد. و این نکته هم باید اضافه کنم که همه موزیک ها از موزیک های مجاز و مجوزدار بود و خیلی ها نتونستن توی مسابقه شرکت داده بشن، مثل بچهای زیرزمینی یا حتی کسایی که مجاز بودن. مثلا آهنگ آشغال شروین حاجی پور توی مسابقه وجود نداشت. خب حالا موزیکا چی بودن؟ اینجا و اینجا میذارم نگاه کنید. ریز و درشت خواننده هایی که مجاز داشتن توی مسابقه شرکت داده شدن. محسن چاوشی، معین زندی، علیرضا طلیسچی و هر آرتیستی یه آهنگ. حالا یه سری از این موزیسین‌ها رو من اسمشون رو واقعیت نشنیدم مثلا. اگر شما میشناسید چند تا آهنگ خوبش رو تو کامنت ها حتما معرفی کنید، بگید من برم گوش کنم. مثل امیر ماهان، مثل نوان، مثل نیواد. حالا بعد از اینکه این 48 تا آهنگ انتخاب شد، یه قرعه کشی صورت گرفت که آهنگ‌ها روبروی هم به صورت حذفی به رأی‌گیری گذاشته شدن. مجری‌های این قرعه کشی هم کسانی نبودن جز مهراب قاسمخانی و ابوطالب حسینی. 7 و 37. بهنام بانی، بی‌معرفت. ایهام یه کنار، عاشق شو. ایهام میاد بالا که اتفاقا ایهام نیومد بالا، بهنام بانی اومد بالا. خب این جدولی که الان میبینید روی صفحه اومد مرحله اول مسابقه بود که مثلا چه اتفاقی افتاد. محسن یگانه با آهنگ درندشت، پازل بند با آهنگ دلم میخواد رو برد، رفت مرحله بعدی. علی یاسینی همینطور، آهنگ میرسه خبرها، روزبه نعمت‌اللهی رو شکست داد، رفت مرحله بعدی. روزبه بمانی با آهنگ چشمات محمد علیزاده رو شکست داد. نیواد حمید عسکری رو برد. سیروان خسروی دارکوب رو برد، اومد مرحله بعد. علیرضا قربانی امیر ماهان رو برد. رضا بهرام با آهنگ همه رفتن کسرا زاهدی رو شکست داد. آرمین زارعی تو FM سابق اومد مرحله بعد. معین زندی علی منتظری رو زد اومد بالا. دکاموند علیرضا پور استاد رو، یه ذره اسمم میگم یه ذره واسه من بعضیا ناشناسه. این جالب بود. همایون شجریان خورد با آرمان گرشسبی تو مرحله اول. همایون شجریان با آهنگ مدارا زمستان آرمان گرشسبی رو زد اومد بالا. حامیم ایلیار رو شکست داد. فرزاد فرزین عشق زیاد بی‌تفاوتی علی زنده وکیلی رو شکست داد اومد مرحله بعد. ناصر زینعلی با آهنگ جاذبه گرشا رضایی رو برد اومد مرحله بعد. عرفان طهماسبی کار درست آرون افشار رو برد اومد بالا. پاقدم علیرضا طلیسچی قاتل خونسرد رضا یزدانی رو زد. بهنام بانی ایهام رو برد همونجوری که گفتیم و مسیح و آرش ای پی حامد همایون رو بردن. و آخرین مسابقه محسن چاوشی و اشوان بود که محسن چاوشی اومد مرحله بعد. خب حالا مرحله اول جز یکی دو نفر تقریبا مشخص بود کیا صعود میکنن، ولی تو مرحله دوم اتفاقات جالبی افتاد. یه سریایی به هم خوردن که تقریبا معادله سخت‌تر شد و بازی قشنگتر شد. مثلا محسن یگانه سرشاخ شد با علی یاسینی. حامیم و همایون شجریان روبروی هم. علیرضا قربانی و سیروان خسروی روبروی هم. عرفان طهماسبی و علیرضا طلیسچی، رضا صادقی، بابک جهانبخش. به نظر شما کی برنده شد؟ بریم با هم نتایج درصدشون رو ببینیم.
توی مرحله دوم حذفی اتفاقای جالبی افتاد. مثلا محسن یگانه به علی یاسینی باخت. حالا خیلی شاید به آهنگر رأی ندن، به خواننده رأی بدن. علی یاسینی بیشتر رأی آورد، 55-45. محسن یگانه رو شکست داد، رفت مرحله بعد. رضا صادقی با آهنگ مرداب 62-38 بابک جهانبخش رو شکست داد، رفت مرحله بعد. استاد علیرضا قربانی سیروان خسروی رو در هم نوردید، 77-23 رفت مرحله بعد. عرفان طهماسبی هم با آهنگ تو تونست آهنگ چغر پاقدم علیرضا طلیسچی رو شکست بده، به مرحله بعد از دیگه. و در یک اتفاق عجیب و جالب، حالا نمیدونم، به نظر من خیلی عجیب بود، ولی آهنگ قلب منی حامیم همایون شجریان بزرگ رو حذف کرد، رفت مرحله بعد. خب این جدولی که میبینید جدول کامل شده مرحله بعدیه که ببینیم کیا به هم خوردن. کی به نظرتون حذف شده تا الان که حقش نبوده حذف بشه و کی اومده بالا که نباید میومده؟ نظراتتون رو بنویسید حتما، خیلی جالب شده مسابقه. خب تو مرحله بعدی حامیم چغر تونست علی یاسینی رو هم شکست بده. واسه من اتفاق عجیبی بود، اصلا فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته، با توجه به شناختی که از هوادارهای دو آتیشه علی یاسینی و انتا فن پیجی که ازش میشناسم دارم، فکر نمی‌کردم اینجوری بشه، ولی حامیم نشون داد که شاید فن بیس بزرگتری نسبت به علی یاسینی داشته باشه. حامیم رفت فینال. توی مسابقه بعدی رضا صادقی خیلی نزدیک تونست نوان رو شکست بده، 53-47. رضا صادقی دومین فینالیستمون شد. به نظر من جذابترین مسابقه نیمه نهایی علیرضا قربانی عرفان طهماسبی که ببینید چقدر هم نزدیک نظرسنجی انجام شد. 51% علیرضا قربانی، 49% عرفان طهماسبی. روزبه بمانی ترانه‌سرای مورد علاقه من تونست فرزاد فرزین با آهنگ عشق زیاد رو با اختلاف زیادی هم حذف کنه، 59-41. فینالیست بعدی روزبه. رقابت بعدی بین رضا بهرام و بهنام بانی بود که بازم من فکر نمی‌کردم انقدر اختلاف داشته باشم، ولی رضا بهرام 68% و بهنام بانی 32%. رضا بهرام مرحله بعد. و اما آخرین شب نیمه نهایی و آخرین فینالیستی که قرار بود تعیین شه، انصافا خیلی زشت بود اگر محسن چاوشی اینجا حذف میشد. جدی دارم میگم، محسن چاوشی با معین زندی سرشاخ شد که 57% محسن چاوشی، 48% معین زندی. چاوشی فینال. خب این دوستامون که اینجا میبینی 6 تا فینالیست برنامه بودن. به نظر شما کی اول میشه؟ نظرتون رو کامنت کنین قبل از اینکه نتیجه رو بدونیم. خب برسیم به اعلام نتایج فینال. تو مراحل قبلی مسابقه توی استوری برگزار میشد، دو گزینه‌ای بود، عمدتاً میرفتی یه دونه دکمه میزدی تموم میشد، میرفت پی کارش. ولی توی فینال فرمت مسابقه رو عوض کردن، یه پستی توی صفحه موزیک نوین گذاشتن و گفتن کامنت کنید اسم اون کسی که میخواید برنده بشه. نزدیک 3000 خورده‌ای کامنت آرای باطله حساب شد، رفت کنار، موند 6 نفر. نفر ششم رضا صادقی با 5915 رای. نفر پنجم روزبه بمانی با 6155 رای. نفر چهارم رضا بهرام 6744. رسیدیم به 3 نفر برتر. نفر سوم شاید میتونست رتبه بهتری هم داشته باشه، استاد علیرضا قربانی 8269 رای. و برسیم به 2 نفر اول، 2 نفری که اختلاف رأیشون هم با هم با سایر رقبا خیلی زیاد و عجیب غریب بود. و اما نفر اول با 27632 رأی آهنگ قلب منی از حامیم. تویی که قلب منی، همه غم منی. محسن چاوشی هم با 12305 رأی نفر دوم مسابقه شد. قهرمانم که مشخص شد. نظرتون چیه؟ نمیدونم، شاید از اول مسابقه اگر به من این لیست رو نشون میدادن و گفتن قهرمان کیش، فکر نمیکردم آهنگ حامیم بتونه با این اختلاف و اقتدار نفر اول بشه. جالب بود واسم. نظراتتون رو بگید. به نظرتون جای کی خالی بود توی این لیست؟ جای کدوم آهنگ، جای کدوم خواننده؟ خیلی‌ها بودن که میتونستن توی این لیست قرار بگیرن، خیلی موزیکا بودن که میتونست توی بهترین آهنگ سال باشه. خلاصه به هر حال حامیم آهنگ قلب منی بهترین آهنگ سال 1402 انتخاب شد. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدی. اسم من پیام، چکرین.